من همیشه وقتی با جزئیات به دنیا نگاه میکنم خیلی تعجب میکنم. اینکه این همه جزئیات چجوری رو هم سوار شده و نمیریزه و نابود نمیشه خیلی ترسناکه. به نظرم اگه دست خود ما آدم ها بود هیچ وقت این دنیا شکل نمیگرفت. پس ترجیح میدم فکر نکنم و فقط نقاشی بکشم. آره، وقتی که خستم از همه چی، وقتی که احساس پوچی و بیهودگی بهم دست میده که هیچ نقشی تو سرنوشت خودم ندارم، تنها کاری که میتونم بشینم و ساعتها ذهنمو باهاش آزاد کنم نقاشی کشیدن رنگ. انگار که حالا که من همه جوره ناامید شدم، خدا به یه شکل دیگه، به شکل رنگ و طرح و نقش میاد و آغوششو برون باز میکنه. انگار فقط میخواد بهم یادآوری کنه که خدا هست، حتی وقتی که فکر میکنی تنها ترین موجود